اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. و جز ابلاغی از جانب خدا و رساندن پیام‌های او کاری دیگری از من ساخته نیست و کسی که خدا و پیامبر او را نافرمانی کند بیگمان برایش آتش دوزخ است، در آن همیشه و به گونه ابدی میمانند. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. تا چون چیزی را که به ایشان وعده داده می شود ببینند، به زودی خواهند دانست کیست که از لحاظ یاری دهندگان ضعیفتر است و از نگاه عدد کمتر. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. بگو نمیدانم چیزی یعنی عذابی که به شما وعده داده می شود وقت آن نزدیک است یا پروردگار من برای آن مهلتی قرار می دهد، یعنی آن را مدتی به تعویق می اندازد. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. او که دانای غیب است پس بر اسرار پنهانی خود هیچ کس را آگاه نمی سازد مگر کسی از رسول را که پسند نماید. پس در این حال از پیش روی و پشت سر او پاسدارانی مقرر می گرداند تا روشن گرداند که آیا واقعا پیامهای پروردگار خیش را رسانده اند و به آنچه پیرامونشان قرار دارد احاطه دارد و همه چیز را از روی شمارش احصایه گرفته است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا. ای جامه بر خود پیچیده، به شب هنگام برخیز مگر پاره از آن، نصفش را یا اندکی از آن را کم کن یا چیزی بر آن بیفزای و قرآن را با تأنی و تأمل بخوان. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بیگمان ما به زودی بر تو سخن سنگین را القا می نماییم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. براستی برخاستن شب برای عبادت گام سخت استوار و سخن بس پایداری است. إن لك في النهار سبحا طويلا. بیگمان برای تو در روز مشغله و آمد و شد دامنه‌داری است. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل ببند. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا
وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قلیلا. اوست پروردگار مشرق و مغرب، جز او معبودی نیست، پس او را کارساز خود بگیر و بر آنچه میگویند صبر کن و به نحو شایسته از ایشان دوری گزین و مرا با تکذیب کنندگان صاحب نعمت تنها گذار و ایشان را اندکی مهلت بده. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. بیگمان نزد ما غلهای گران و آتش سوزان است و طعامی است گلوگیر و عذابی است دردناک. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. روزی که زمین و کوهها سخت به لرزه می افتند و کوهها به توده های ریگ روان مبدل می گردند. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ای مردم، بیگمان ما به شما پیامبری را فرستادیم که بر شما گواه است، چنانچه به سوی فرعون پیامبری را فرستاده بودیم. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ولی فرعون به آن پیامبر نافرمانی کرد، بنابراین او را سخت گرفتار ساختیم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. در صورتی که با کفر خود دوام دهید، اگر همچون فرعون در دنیا گرفتار ساخته نشدید، پس چگونه از عذاب روز خلاصی حاصل می کنید که کودکان را شدت عذاب آن پیر می سازد؟ السماء منفطر به كان وعده مفعولا. آسمان بدان روز شگافته می شود و وعده خدا تحقق یافته نیست. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بیگمان این پندی است، بنابراین هر که بخواهد راه را به سوی پروردگارش برگزیند. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحیم. بیگمان پروردگارت میداند که براستی قریب 2 ثلث شب یا نصف آن یا ثلث آن را برای عبادت میخیزی و نیز گروهی از کسانی که با تو هستند. خداوند شب و روز را اندازه می کند. او دانست که شما حساب دقیق آن را گرفتن نمی توانید، بنابراین شما را به رحمت خود بخشید. پس هر قدری از قرآن را که به شما آسان است بخوانید.
خدا دانست که بعضی از شما بیمار خواهند شد و دیگران در زمین سفر می کنند و از فضل خدا می جویند و دیگران در راه خدا می جنگند. پس هر قدری که از آن به شما آسان باشد بخوانید، نماز را به تمام و کمال ادا کنید، زکات را بپردازید و به خداوند قرض بدهید، قرض حسنه، و هر خیری را که برای خود از پیش می فرستید آن را نزد خداوند می یابید. این بهتر است و مزد بزرگتر دارد. از خدا آمرزش بخواهید، بیگمان خداوند آمرزگار و مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ای رو پوش بر خود پیچیده، برخیز و جهانیان را بیم بده و پروردگار خود را تعظیم کن و جامه های خود را پاکیزه ساز و از پلیدی بپرهیز و بر کسی منت مگذار که چشم داشتی بیشتری از آنچه داده‌ای داشته باشی و برای پروردگارت شکیبایی کن. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هنگامی که در سور دمیده شود پس آن روز دشوار است که بر کافران آسان نیست. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. مرا و کسی را که آفریده ام تنها بگذار. با او مال فراوان ارزانی کردم و پسران حاضر و آماده. با او زندگی مرفه فراهم آوردم. باز هم طمع دارد که بر آن بیفزایم. به هیچ صورت نه، زیرا او با آیات ما بسیار معاند است. سأرهقه صعودا. بزودی او را به مشقت‌های جانکاه روبرو می سازم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. بیگمان او اندیشید و قرار صادر کرد. پس مرگ بر وی که چی قراری صادر کرد، باز هم مرگ بر وی که چی قراری صادر کرد. او بعدا نظری انداخت، باز روی ترش کرد و چین بر جبین افگند، باز رو گردانید و تکبر ورزید و باز گفت این چیزی نیست جز جادویی که مؤثر می شود، این چیزی جز کلام بشر نیست. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. بزودی او را به دوزخ می افکنیم و چی چیز به تو فهماند که دوزخ چیست؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. آتشی است که نه چیزی را باقی می‌گذارد و نه کسی را رها می‌کند، نابود کننده است برای بشر. بر آن 19 فرشته عذاب مقرر است. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. و موکلان دوزخ را جز فرشتگان نگماشتیم و تعداد ایشان را صرف برای آزمایش کافران معین کرده ایم تا اهل کتاب یقین حاصل کنند و ایمان مؤمنان تقویت شود و شک نزد اهل کتاب و مؤمنان باقی نماند و تا آنانی که در دلهایشان مرض است و کافران بگویند خداوند به این مثال چی اراده کرده است. بدین ترتیب خداوند هر کسی را که بخواهد گمراه می کند و هر کی را بخواهد رهیاب می گرداند. شمار لشکریان پروردگارت را جز خود او هیچ کس نمی داند و این جز هوشداری برای بشر نیست. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. نخیر، قسم به ماه و قسم به شب هنگامی که پایان یابد و قسم به صبح چون روشن شود. بدون شک دوزخ یکی از امور بزرگ است، اخطاری است برای بشر، برای هر کی از شما که بخواهد از حد اعتدال پیش برود یا از آن عقب بماند. كل نفس بما كسبت رهینه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. هر کس در گرو اعمال خود است جز یاران دست راست که ایشان در باغها یعنی بهشتند میپرسند از احوال مجرمان که چی چیز شما را به دوزخ در آورد؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. میگویند ما از نمازگزاران نبودیم و نبودیم به حالتی که مسکینی را طعام بدهیم و پیوسته هم نشین کسانی بودیم که با فکر از بین بردن حق بودند و همواره از روز جزا انکار می‌ورزیدیم تا اینکه یقین یعنی مرگ به سراغ ما آمد. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. لذا امروز شفاعت هیچ شفاعتگری به ایشان مفید نمی شود. فما لهم عن التذکرة معرضین كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. پس چی شده ایشان را که از پند رو می گردانند؟ گوی خران رم خورده اند که از شیر رم برداشته اند. در حقیقت هر یک از ایشان می خواهد برایش صحیفه های سرگشاده داده شود
خیر، بلکه ایشان از آخرت نمی ترسند. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. نخیر، یقینا این قرآن پندی است، پس هر که بخواهد از آن پند میگیرد. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. و هیچ کس پند نمیگیرد جز آن که خدا بخواهد و اوست سزاوار تقوا و اهل آمرزش. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. قسم میخورم به روز قیامت و قسم میخورم به نفس ملامتگر که برانگیخته میشوید. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. آیا انسان میپندارد که استخوان‌های او را دوباره جمع نخواهیم کرد؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. آری، قادریم به این که حتی سر انگشتان او را به شکل اول آن برابر کنیم. بل یرید الانسان لیفجر امامه. بلکه انسان میخواهد به وسیله انکار از قیامت خود را از قید پابندی به احکام شریعت خلاص کند تا در دوره زندگی که پیش روی دارد آزادانه به اعمال ناشایسته دست یازد. یسأل ایان یوم القیامه. از این رو با انکار میپرسد چی وقت رستاخیز میشود؟ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ أين المفر. آری، هنگامی که چشم خیره شود و ماه تیره گردد و خورشید و ماه با هم جمع کرده شوند، در آن روز است که انسان میگوید پناهگاه کجاست؟ كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. هرگز نه، پناهگاهی وجود ندارد و تنها قرارگاه در آن روز به سوی پروردگار توست. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. در آن روز انسان به آنچه از پیش فرستاده یا به عقب گذاشته خبر داده می شود. بل الانسان على نفسه بصیره ولو القى معاذیره. بلکه انسان بر خویشتن بینا می باشد اگرچه عذرهای خود را پیش کند. لا تحرك به لسانك لتعجل به. زبانت را به خواندن قرآن حرکت مده تا بدین وسیله با آن شتاب کنی. این علینا جمعه و قرآنه. واقعا جمع نمودن آن و جاری شدن آن بر زبان تو بر عهده ماست. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. پس چون آن را خواندیم خواندن آن را پیروی کن. ثم این علینا بیانه. سپس بیگمان توضیح آن نیز بر عهده ماست. کلا بل تحبون العاجله وتذرون الآخره. نه چنان است که شما میپندارید، بلکه زندگانی عاجل یعنی دنیا را دوست دارید و زندگی آخرت را به یک سو میگذارید. وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره. در آن روز ای بسا روحها که شاداب و تر و تازه است و به سوی پروردگار خود نظاره کنانند. و وجوه یومئذ باسره
تظن أن يفعل بها فاقرة. ای بسا روحها در آن روز در هم کشیده است، تو گویی که بر آنها بلیه کمرشکنی آمده نیست. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. نه چنان است که می پندارید هرگاه جان به لب برسد و گفته شود کیست افسون خان، و چنین می پندارد که این لحظات جدایی است و از شدت درد جان دادن. ساقهای پاها با هم یک ساق به ساق دیگر بپیچد. سمت حرکت در آن روز به سوی پروردگار توست. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. چون نه حق را تصدیق داده و نه هم نماز خوانده، بلکه دروغ گفته و از حق روی برتافته و باز به سوی خانواده خود خرامان رفته است. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. افسوس است به حال تو و باز افسوس است و سپس افسوس است به حال تو و باز افسوس است. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. آیا انسان می پندارد که به حال خودش واگذاشته می شود؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. آیا نطفه از منی نبود که در رحم ریخته می شود؟ سپس پارچه خونی بسته بود و باز خداوند او را آفرید و برابر کرد. سپس از او آن دو جوره مرد و زن را به میان آورد. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. آیا این خدایی که همه این کارها را کرده است قادر نیست که مردگان را زنده کند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آیا بر انسان دوره از زمان گذشته است که چیز قابل ذکر نبوده است؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بیگمان ما انسان را از نطفه در هم آمیخته آفریدیم تا او را بیازماییم و از این رو او را شنوا و بینا گردانیدیم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ما به او راه را نشان دادیم. اکنون به اراده خودش مربوط است که سپاسگزار می شود یا ناسپاس. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. در عین حال ما واقعا برای کافران زنجیرها، غلها و آتش سوزانی را آماده ساخته ایم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. برعکس نیکوکاران بیگمان از جامی می نوشند که مزاج آن یعنی طعم آن کافور است. عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. چشمه‌ای که از آن بندگان خدا می نوشد
و به گونه‌ای که بخواهند آن را جاری می سازد. یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. نذرهایشان را به جا می آورند و از روزی که مشقت آن فراگیر است می ترسند. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. و طعام را با وجود محبت به آن به مسکین، یتیم و اسیر می دهند. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. میگویند ما به شما یقینا خاص به خاطر خدا طعام می دهیم، از شما نه پاداشی می خواهیم و نه هم سپاسی. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. بیگمان ما از پروردگار خود می ترسیم، از روزی که نهایت زشت و بی اندازه دشوار است. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.